دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه ما همراه هنرمند محبوب و دوست داشتنی سرویناز یوسفی. چون سرویناز در داخل چنبرک گفتن که دوست می‌داره خوردن یوشی پلاو رو، ما اومدیم برای خوردن یوشی پلاو البته که استعمال کردیم و بعد آش میگن نیم ساعت یون باش. چه خیلی داره. و آش پلاو رو استعمال کردیم و فکر میکنم که بازم از حیات و فعالیت سرویناز یوسفی کمی هم باشد برای شما معلومات خواهیم داد. سرویناز میگفتید که مثلا تا اونجایی که ما معلومات داریم شما در داخل چنبرک گفتید که من همراه استادی گرامی یک هنرمند بسیار موفق کشور اونه که واقعا هم در سالهای قبل در سالهای پیشین توانستن دل هزاران نفر را تسخیر کرده باشن با آهنگ‌های خود، با ترانه‌های خود، با همون صدایی که داره یک چی بگم یک صدای مرغوله‌دار. بله، یک صدای مرغوله‌دار دارن. صدایی که واقعا فکر میکنم پدران ما و بیبی کلان ما همیشه گوش میکردن به این صدا. فرهاد آدینه نمیگم گفتید که یک ترانه رو میخوام بسازم که از سال 1998 این ترانه رو گوش میکردم و آرزوی شما بود که این ترانه رو سراییدن. چگونه دل استاد رو یافتید؟ ببینید که چه دنیا عجیب است که سال 1998 من عموما یک راه صنعتم پیروی نداشتم، در فکر اندیشه‌ام نبود. خیلی اگر که گرچند که در عائله هنرمندان به دنیا اومدگیم این خطا نیست، زیرا که مثال مادری من، پدری من، خشت‌دارهای من یک زمزمه میکردن، یک اسباب رو نوازش میکردن، فقط در درون خانه، داخل خانه، در بین خشت‌دار و اقربا. و یگان تا اونها نشد که مثلا که روی صحنه براین. خیلی اینا فقط هنرمندانی پس صحنه بودن. یعنی شما نخستین نفری هستید که از عائله روی صحنه آمدید؟ بله. بعدا همون هنگامی که سال 1998 این ترانه های استاد را گوش میکردم، اگر که تکرار هم شود گفتم که اون وقت دیسکو نبود، فقط فیت ها بود، با گمان کسیته همونا بودن. من یک چندین ترانه هاشو گوش میکردم، باور کنید نمیدونم چگونه در دلم جا شدگی بود. از بین 22 سال سپری گشت، 22 سال بین سپری گشت تا ها اون آهنگ های استاد از دل من بیرون نرفتن. و من سالهای پیش که سالهای 2000 که من بعد ختم مکتب که به دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان به حیث روزنامه‌نگار. شما رشته آموزگاری رو خوندید؟ خیلی میدونید چقدر در آنجا تحصیل کردم مدت یک سال. خیلی بعضم بودن که شاید که نافهمایی جوانی بود که ترک کردم، من روزنامه‌نگاری کردم بعد از بخش یکم. رفتم به انسامبلی انمین استرادی گلشن. خب کار و فعالیت کردم در انسامبل استرادی گلشن سالهای با حیثی آوازخوان. بله، سالهای 2001 بود. 2001 یادم 2001 یا اینکه 2002 همین گونه سالها بود که در اونجا شادروان استاد سبحان سعید راهبری انمین ایجادی ما بودن، راهبری انمین گروهی ما بودن. خیلی بعدا از یک چند مدت گذشت که مثلا که با انسامبل فیلارمونی دولتی گنجینه کار و فعالیت خیش شروع کردم و چند مدت پس فهمیدم که اونجا جای من نیست، زیرا که اونجا فولکلور بود، چیزای مردمی بسیار میسراییده میشد. خیلی یک دوست، یک نوازنده بهترین، یک عین زمان که آهنگ‌های خوب علاقه ایجاد میکنن، ظفر کریموف و من پیشنهاد کرد که بیا دوستم جای تو اینجا نیست، بیا یکم انسامبل استرادی رویم. خیلی بعدا من رو بردم پیش استاد عمر زیوف، هنرمندی خلقی تاجیکستان. بله که آن وقت راهبر انسامبل سپری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بودن. خیلی وقتی که مثلا پیشان رفتم یکم رد نکردم، مرا در انسامبل سپر به کار قبول کردم و طول چندین سال در آنجا کار و فعالیت کردم و فهمیدم که جای من این استراد است. گرچنده که من سرودهای خلقی هم میسرایم، لیکن آنها رو با من استراد آمیخته میکنم. یعنی شما در ژانر استراد موفق شدید، همین گونه میتونم گفت؟ بله.
بعد طولی چندین سال خیلی با استاد عمر زیف کار فعالیت کردم و من استاد خیش نیست همین استاد رو میشمرم و لیکن همکاری داشتم با چندین همین آهنگسازان با همین استاد فرهادی آدینه که چندین سرودهایش رو همین طولی چند سال پیش سرایدگیم. از که آغاز کردید همکاری رو با فرهاد آدینه؟ با فرهادی آدینه همکاری رو از سال 2005. یعنی طولی 15 سال میشه که شما همکاری زیش دارید؟ بله. های بعدم از بین چندین سال گذشت یک بار رفتم خانه استاد که یک سرودتون مانده محقول رد نکرده بودن جدی صحبت نکرده بودن همین چند لحظه پیش چند روز پیش مثلا دیدم که بسیار یک همین ترانه از دلم بیرون نمیرود بسیار در دلم بیشتر جا و معنای خویش را گرفت و همین خاطر رفتم پیش استاد گفتم که اگر که امکانیت باشد همین سرود شما رو مثال من میخواندم استاد به یگان مانع برای من این سرود توفه کردن راضی شدم توفه کردم حتی که همکاری کردیم یک دو روز همین اگر که با تنظیم در آوردیم علاقه سرود آماده است؟ نه ولی کمی مانده است میدونی چی سرویناس فکر میکنم برای تماشابینان نیز عجیب شد که این کدام ترانه باشد که از سال 1998 تا امروز سرویناس این ترانه رو گوش میکنند و میخواد زمزمه کنند. اگر خوب میشه که شما 4 مصرع این رو با آواز زنده برای تماشابینان ما اجرا میکنید. دوستان بس که خرابم زی غم یار امشب وای وای زی غم یار امشب درای عجبا زنده بمانم منی بیمار امشب وای وای منی بیمار امشب عجبا زنده بمانم منی بیمار امشب وای وای منی بیمار امشب کو اجل تا بخرد جانی مرا ارزانی کو اجل تا بخرد جانی مرا ارزانی کی به هجرانی تو افتاده مرا کار امشب وای وای مرا کار امشب کی به هجرانی تو افتاده مرا کار امشب وای وای مرا کار امشب. براو این خرسکا که یعنی حال تماشابینان میبینم برای شما است دوامش با پورگی کمتر دیرتر بتوان گفت که 1 ماه پس نصیب بله انشالله حتما 1 ماه پس ترانه‌ای که واقعا در سالهای گذشته واقعا موفق بود یک ترانه بود که همگان دوستش می‌داشتند و امروز سرویناس اون گونه این ترانه رو سریدن که من با باوری کامل گفتم میتوانم که بعد از سرایدن سرویناس این ترانه دوباره تولید میشود دوباره زنده میشود و همگان گوش می‌اندازند به این ترانه محبوب و مشهور. من گفتن نموند که این در برابر این ترانه را سرایدن من حتی من یک فکر و عقیده خیش رو من یک گویم که خودم سیناریو نویسی کردم خطا نمیکنم همین چیزی که میخواهم همین با همین یک از نواربردارای بهترین مهرآور جانم دویف همکاری دارم و نصیب باشد و با پورکی که ثبت میشود و محض همین با همین مهرآور چنین صحبت کردیم که همین هر چی که من دلم میخواد باید که در کلیپ اونجا شده باشد. این از حیات شما است؟ نمیگویم که از حیات من است لیکن این گمان میکنم که این در دل بسیار جوانانی حاضر هستند. واقعا خوب ببینید هم ترانه ایجاد میکنن هم شاید شعر مینویسونن و هم ببینید که در برابر این همه مادر غمخوار هستند مادر مشفق هستند خودشان گفتن که همیشه آماده میکنن برای فرزندان صبحانه یا اینکه خوراک نصف روزی یا اینکه خوراک شامیانه و همیشه کنار اونها هستن در برابر این همه وقت می‌برن برای نوشتن سناریو در کلیپ. من میتوانم بگویم که سرویناس هر نفر این کارو میکند او کسبش رو دوست می‌دارد. وقتی که انسان کسبش رو دوست می‌دارد و همیشه پای ایجاد است و همیشه کوشش میکند که یک چیزی رو روی نوار بیاره یک چیزی رو برای بیننده یا اینکه برای مخلصان پیشنهاد کند که همیشه درد دل اونها باشه. اگر
پرویز اهمیت دادگی باشین آنهایی که زود به صحنه میآیند زود خاموش میشوند اینها به خاطر یک مال و ثروت هستند وقتی که اگر که ایجادیات یک کسبت رو اگر دوست داری گمان میکنم که موفق میشوی هنگامی که به خاطر مال و ثروت باشد بسیار هم صبور شده نمیتوانی خب بهوده نمیگن که شهرت زود به دست میاد و از دست میرود این رو در عرفیات میگفتن بزرگان ما میگفتن و تو امروز این کلمه آمده با ما نیز رسید این عبارت خب سرویناز درباره کنسرت شما میخوام حرف بزنم خب سال 2008 یاد دارم 2012 خب سال 2012 یاد دارم من دانشجوی کورس 2 بودم در دانشگاه ملی و شما کنسرتی با نفوذ خود رو در کاخ برباد که هر نفر نمیتوانست در آنجا کنسرت خود رو برگزار کند یعنی 3000 تماشابین 3000 مخلص همین گونه است قریب 3000 قریب 3000 یعنی با همون نفرانی که میشدن 3000 میشد خب یک کنسرت رو برپا کردید که همگان تاجیکستان رو بگیم با عرضه وارد خطا نمیکنیم چی شد که از سال 2012 تا امروز سرویناز کنسرت خود رو برپا نمیکند شاید در تالار مخلصان سرد نظر کردند شاید همون مخلصان در آنجا بودن دیگر مجبور نمیکنن سرویناز رو برای کنسرت موندن شاید دیگر سبب باشن میخواستم بفهمم راست دیگه من از همون اولی که کار و فعالیت کردم و همین راه صنعت رو گرفتم سرپرست نداشتم گرچنده ببینید که در آن لحظه ها 2012 چگونه هر یک صاحبکارایی بودند مثال هر یک سرپرستانی بودند که سرپرستی میکردند و بسیار سرپرستان همین معنای سرپرست رو دیگه گونه میفهمند باید که انسان رو سرپرستی میکنن با پورگی باید که علاقه او در اختیار اونها باشه شما در اختیار باشید یعنی من نمیتوانم چنین بعد دویمش که من یک زنی اولیدار که بودم زنی که مثال که فرزنددار من برای خودم رها نمیدم این گونه رو یعنی هر کاری میکرده خودتون میکرده بله حتی بود بسیار یک آرزوی دیرینه بود حتی همین مبلغ خانه بود مبلغ همین خانه رو مثلا فروخته بودم و مبلغ همین خانه بود که صرف همین کنسرت کردم استاد یکی از همون کارگردان‌های برجسته ما بهرالدین رجبوف که بود در یک جایگی همکاری داشتیم می آمدم راستیه من همین مبلغ خانه یا که فکر میکردم که ندیهم یا که میدم استاد خانه نشده باشم یا اینکه موفق میشم زیرا که این دیگر فکر نکردم برای خانه اون لحظه فقط فکر و هوش خیال من همین بود که روبرو با مخلصان بله یک این آرزوی من بود یه آرزوی من بود که در همین یک کاخ برباد در یک مثلا مجموعه پرشکوه همین کاخ برباد یک کنسرت خوش رو برگزار نمایم و چنین هم شد بعضا هنرمندایی که بودن که با ما همکاری میکردن ای دختر بیا نکن بهتره شرمنده میشوی شاید آدم نمیشود چون این گناه های هم شد و من گفتم که من یک کار پیشه گرفتم از راهم نمیگردم بگذار خیلی آب برد آبی کلام برد نگشتم ولی از راه خود نگشتم رفتم طول 5 ماه فقط همین در کاخ برباد کار کردیم طول 5 ماه دوام داد کنسرت با آواز زنده بود؟ نه با آواز زنده نبود زیرا که مثلا من اون لحظه یک هنرمند جوان که بودم بعضن که در ما کم است در ما کم است که مثلا با آواز زنده مثلا کنسرت دیان لیکن عین حال که علاقه یک به جایی که رسیدم میخواهم که مثلا یک چندین تا با همین ارکستر زنده ثبت نمایم و در نقشم هست یعنی کنسرت این البته که شما برپا میکنید البته که با آواز زنده خواهد بود نصیب انشالله بله و راست دیگه بسیار کسان میگفتن که چند مبلغ کار کردی بعد از کاخ برباد کنسرت و هنگامی که مثال که من ساعت 14:00 باید که آغاز میکردم ساعت علاقه 14:16 من نمیبریم بعد استاد بهرالدین رجبوف میگن ای دختر برو تو منتظرن استاد یکم کس هست استاد یکم کس هست وقتی که من پرده کم ترک شدم دیدم که تالار پر از همین تماشابین است تماشابین فقط نگفته نماند که اینجا خیلی دستگیری مثال وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیم رمضانی بود استاد عزیزم مثلا با دستگیری استاد عزیزم عمر زیایف و با دعای مادر عزیزی من و با همون دستگیری هر آن نفرایی که هر یک دوست هر یک نفرایی که در بری من بودن بله وقتی که من دیدم که تالار پر
باور میکنید دست و پام لرزه گرفته دیگر نتوانستم برآمده. باور کنید نتوانستم برآمده. چگونه بود وقتی که رو بارو زدید با مخلصان و آنها برای شما قرض میگفتن وقتی ترانه رو زمزمه کردید؟ وقتی که یکم سرود که وقتی که اونجا همیشه یک سینری بود که مثلا یک ستاره کلام بود، به حد ستاره کلام ما آماده کردگی بودیم که اونجا طول $60,000 آمریکایی صرف شد در اون کنسرت. وقتی که ما ستاره رو آماده کردیم انم پرده ها کشوده میشوند و ستاره نیز به دو قسم جدا میشود و از بین ستاره من میبرایم. بعد اونجا یک امیخه وای میرفت پس پرده سخنهایی که شب ندیدم تو رو ستاره من، امین سخنها بودند و باور کنید دست و پا لرزه. تنها در یکم سرود در یک جا ایستادگیم. خیلی بعضا بعد از 2-3 سرود اول کشوده شدم. خیلی از شادی باور کنید حتی در روی صحنه رو برای مخلصا گریه هم کردم. این اشک شادی بود. یعنی که اشکی که در باز انتظار میکردید و همیشه آرزو میکردید یکی دیده به دیدار رسیدید و فکر میکنم این آرزوی هر یک هنرمند است و البته که دوستان عزیز این کاری سهل نیست وقتی که هنرمند با خاطر مخلصش یعنی خونه که استقامت میکرد اون رو به فروش میگذارد و برای روبرو شدن با مخلصان یک کنسرت با نفوذ برپا میکرد. میخواستم آخری کار رو بفهمم پس خونه رو خریدید؟ خیلی مدت چند وقت به خانه بودم لیکن بعد مثلا بعد هم شد که مثال به ماشین شدم و به خانه شدم و بعد آساسا مهنت که کردم. کنسرت کمک کرد؟ بله البته کمک کرد که یک مثلا یک معرفیگری من شد. بله این کنسرت یاد دارم وقتی که من در یعنی که دانشگاه ملی وقتی تحصیل میکردیم هر روز با پیش همون کوخ برباد ما میگذاشتیم. اونجا عکس شما بود یاد دارم در یک چی میگن خواستیک میگن خواستیک یعنی دو نمود بود. بعضی بود که یک پیراهن سفید سیاه بود دیگرش با چکن و تاقی. بله یک پیراهن ملی داشتید و یک پیراهن دیگر اروپایی داشتید. همون عکس همونجا بود و ما نیز آرزو میکردیم و حتی برای پرسیدن بلیط هم رفتم دقت قیمت گفتن خیلی دانشجویی میفهمید شما. ما نتونستیم در اون کنسرت اشتراک کرده و فکر میکنم کنسرت نوبتی که البته که شما برپا میکنید اونجا خواهیم بود و صدای مرغوله‌داری امین سریناز یوسفی رو با هم خواهیم شنید. سریناز مثلا امروز شما ویدیو کلیپ میکنید و ترانه میسرید و در صفحه اینستاگرام خود 250,000 نفر رو یعنی مادری میکنید. این کاری سهل نیست و میگفتید که مثلا بعضا در عکس شما یا که در زیر ویدیو کلیپ شما هر گونه سخن‌ها می‌نویسند. این میتواند باعث یا نمون تا چه اندازه میتواند باعث غضب‌آور شما شود؟ بله میشود لحظاتی که مثلا سخن قبول میشود لیکن در زیر نمون مفهوم عکس‌های من و ویدیو کلیپ‌های من این چیز رو من در شبکه‌های خودم کم دیده میتوانم و آنکه مرا صدقاً احترام میکند و دوست می‌دارد مخلص اشدی من است هرگز مثلا چنین سخن‌های قبیح در انامنت برای من نمی‌نویسد و آن نفرانی که نویست ما آنها را آدم نیست نمی‌کنیم و با پدر و مادر آنها رحمت نمیگوییم. خیلی آنها شاید که یگام شخص‌های باشند که ما رو دوست ندارند یا که شخصان بخیل و دشمن‌های ما باشند زیرا که به بخیلی زندگی خود نیست مثلا پنج یک نیست میگن که آنها برادرند و برابر نیستند. بله خیلی یکی هست که چنین گویا تربیت یافتند از آنها خفه هم نمیشیم با جامعه به اینها هم خوب نیست. من اهمیت نمیدم و برای اونها خود عصبی هم نمیکنم بیمار هم نمیکنم برای خود اینها را خیلی هم شاید که یک رکلام باشد. بله چون پیار توجی پیار لیکن خیلی چنان که گفتند که مردها چشم و چراغ روزگارند مردها باغ و بهارند مردها در زندگی پروردگارند مردها ناموس و ننگند مردها شمشیر میدانهای جنگند گر بمیرد ما دوسته بی ناموس و بی ننگ میرد که بغیر از سیاهکاری دیگر کاری ندارند و مردهای حقیقی بگذار زنده باشند و اگر که گذشته باشند مرد حقیقی همیشه در دل انسان جاویدانه میزید و اون مردهایی که نامردانه رفتار میکنند ما اونها رو حوالشون به خدا میسپاریم. میتونم که مردها باید نمیرن. بله
ва воқеан дуруст қай кардед. Имрӯз ман дар бисёри масалан видеоклипҳо аксҳои нафарони зиёд мебинам ки бисёри дашномаҳои қабеҳ мекунанд ва метавон гуфт ки то як андоза ҳунармандонро ин чиз асабӣ мекунад. Вақте ки ҳунарманд хоб намекунад, заҳмати шабонарӯзӣ мекашад, то як видеоклипро ба навор гирифтану рӯи экран овардан ин кори саҳл нест. Албатта ки душвор аст, заҳмат мекашед, дар он ҷо маблағи зиёд масалан сарфа мекунед. Дар баробари ин ҳама заҳмат як нафар ин ҳама масалан меҳнати шуморо қадр накарда як сухани қабеҳ мегӯяд. Ман метавонам бигӯям ки масалан то ҷое ки шумо фикр мекунам ки шумо лакай одат кардед бо инҳо. Ҳамин гуна аст? медонед че ҳангоме ки масалан як гӯем ки агар ки хе бигирем амри маъруф мекунанд зери анамун видеоролико, лекин ман як чизе мегӯям ки ман намедонам худашон мусулмони ҳақиқӣ ҳисоб мекунанд. мисол мегӯянд ки асъори азалро натудониву наман ҳарфи муаммаро натухониву наман. инро фақат худованд медонад ки ҳар як инсон то чӣ андоза хуб асту то чӣ андоза бад. лекин мегӯянд ки изои муъмин ин ҳаром аст. вақте ту мехоҳӣ ки мисол як сухани хуб дошта бошӣ, як инсонро як ба дигарро даъват намоӣ, метавонӣ ки дар як мисол паси парда ба он суҳбат кунӣ. ҳамин гуна ҳаст. метавонӣ дар як ғоибона қатиш суҳбат кунӣ. баъд бисёр дашномҳои қабеҳ мекунанд. масалан дашном кардан ин гуноҳ нест? суханҳои қабеҳ задан ин гуноҳ нест? албатта. ман хиёл мекунам ки бисёри ҷавонои мо анаман дар шабакаҳои интернет дар шаҳри Русия нишастанд ки дар он ҷо масалан як интернети бемаҳдуд. бале. чунон мегӯям ки вайфайи бепул истифода мешавад. онҳо дигар кор надоранд. инсонҳое ки мисол кор доранду инсонҳое ки мисол ки корашон зиёд ҳастанд, онҳо ба мо намерасанд. он инсонҳое ки аз бекорианд чунин суханҳои қабеҳ мезананд ва ба инҳошам мегӯям ки саломат бошед. Саломат бошед, зинда бошед. Хуб, атрофи зиндагиатон мехостам як чанд суол карам, агар ки иҷозат бошад. Мумкин аст. Хуб, чанд фарзанд доред? хушбахтона соҳиби ду фарзанд ҳастам. яке духтарчам бо номи Хумор дар синни 14 сола ва дигаре писарчам 6.5 сола бо номи Абубакрҷон ки духтарчам дар анамон чунон ки гуфтем ки дар мактаби литсеи президентӣ ба номи анамин хонандагони балоиқатманд таҳсил мекунад ва писарчам ба боғча меравад. имсол ба мактаб? бале. соли 2020 насиб бошад талаба мешавад. хуб, бубинед дӯстони азиз, бисёриҳо мегӯянд ки Сарвиноз 5 фарзанд дорад, яке мегӯяд 4 фарзанд дорад, дигар мегӯяд 3 фарзанд дорад. имрӯз Сарвиноз бо даҳани худ мегӯяд ки соҳиби 2 фарзанд аст. не, бисёриҳо мегӯянд ки соҳиби 5 фарзанд аст, аммо монанд нест. мебинед мегӯяд ки ҳоло фарзанд надорад. агар ки мехостам 5 фарзандам ба хости худованд мешуд, лекин мо бояд ки як гунаи амин мисол бошад ки як чӣ гунае ки мегӯянд ки як дистанция. бале бошад ки масалан мо меҳри хешро дода тавонем. 4-5 та хай ба таваллуд мекунем, наметонем ҳамаина аз меҳру муҳаббат масалан пурра гардонида. хай дар насибам ҳаст, дар нақша дорад ки боз ба хости худованд. саломат бошед. хуб, ду ҷигарбанд доред ки онҳоро зиёд дӯст медоред. мешавад лаҳзае ки якеро меҳрубонӣ мекунед, дигаре ба шумо мегӯяд ки не, ман бояд дӯстдорӣ кунам. ин гуна ҳаст? вақте ки писарчама бисёр меҳрубонӣ мекунам, баъд мебиёд мегӯяд ки очаҷон мисол апам мара ҷанг кард, апам мара зад, мегӯяд эркагӣ мекунад. ма оно дар пешон ҷанг мекунем карда чӣ баъду дар таихе карди исла. баъд дар 14 сола ки ҳаст, ҳоло ҳам мисол барои модар фарзанд дар кадом синну соле ки набошад ӯ хурд аст. баъд мегӯяд ки бачаата бисёр дӯст медорӣ, мана неуча, ҳамин хел гапҳо мегӯяд. ба мегӯям ки баъд вақте ки усмирам мегӯям не бачаҷон, ман ҳар дута дӯст медорам, ҳар ду ҷои худо надоре, лекин хай ки вай кӯдакай кам кам ҳичи аҳамият бите гуфта бо як дилтиш мекунам. ҳамин гуна аст мегӯям ки кенҷагиро зиёдтар дӯст медорӣ? не, барои модар ҳамаш як аст. барои модар фарзанди хуб, фарзанди бад, фарзанди бемор, фарзанди ғариб, ҳама ин як гуна аст. хиёл мекунам ки ӯ диле ки модар дорад ҳеҷ кас надорад. фақат суханҳои хуба модар мегӯяд, фақат ӯ дилсӯзию ӯ анамин меҳрубониро фақат модар мекунад барои худат. тамом, дигар ҳеҷ каси дигар.
خیلی در زندگی یگانه نفری که با دل نزدیک با دل فرزند نزدیک است این مادر است. به اودا نمیگن که مادر چراغ خانواده است. مادر چشم و چراغ روزگار واقعا است. مادر در زندگی یک نفری هست راهنما. یک اگر بگیم خیلی پدران نیست با دل ما نزدیک هستن، پدر و ستون خانواده میگن. اما ما هر نوع نعمت داریم، هر ارکگی میکنیم که با مادر میکنیم. همیشه چشم به چشم نگاه میکنیم و ببینید که چی خیلی که شما گفتید همیشه ما نزد مادر خورد هستیم. اگرچه فرزندو کنارشون نزد شما خورد میتوان، شاید شما در نزد مادر همین گونه باشید. شاید شما خورد بیتوید همیشه، شاید بگن که امروز لباسی گرم شد، امروز خوراکی گرم خورد، همین گونه هست نه؟ میگه که اگر که 100 دانا باش، اگر که 100 یگان پهلوان باشی، باید که در پیش پدر و مادر به مانند یک بیچاره خودت را نشان دهی. بله. آنها باید حس نکنن همین گونه مثلا رفتارهای ما عذر زنگ شد، لیکن من جواب نمیدم. نمیشناسم، راستی صحبت رو کنده نمیکنم، عذر زیاد. بعد باید که همیشه با یک ما اگر که گوییم میگن که باید که در پیش پدر و مادر باید که ما پایانداز باشیم، یک مثل غلام باشیم که آنها هیچگاه کلان شدن ما رو یا اینکه یکم منصب دار بودن ما رو باید آنها حس نکنن. ما باید که همیشه یک فرزندی با ناموس باشیم، یک فرزندی که باشیم که همیشه که محتاج اونها هستیم، زیر انمو سایه همونها باید باشیم. همین گونه باید حس باشد. سلامت باشید. من احسن میگم و این قرصک‌ها مخصوص برای شما که این گونه نسبت پدر و مادر غمخوار هستید، این گونه سخن‌های صمیمی میگید. فکر میکنم هر نفری که در زندگی به قدر پدر و مادر میرسد، آینده فرزندان نیز کلان میشن، بایه میرسن و اسای دستی او خواهم بود. خوب سلامت باشید سرگناز برای میگن که هر یک همین مردهای هر یک انسان‌های مردهایی که مثلا روی وظیفه هستند، هر یک مردهایی که مثلا که ببینید که چقدر در جامعه جای ویفتن، اونها حتما دعای مادر گرفتن. دعای مادر گرفتن. تمام شاعران، تمام مثلا پیغمبران، 366 پیغمبر از زمان پاک مادر به دنیا اومد و برای همه مسلمانان، برای تمام مردم روی دنیا خدمت کردند. خب سرگناز، امروز بسیاری ها مثلا چهره سنی دارن، چهره خود رو میسازن. همین گونه هست. اگر شما نفهمیده باشید بوتکس یک کلمه بسیار مشهوری دنیا، کلمه بوتکس. مثلا از لب بینی خود رو مثلا دیگرگون میسازن، یعنی همین چهره سنی خود رو میسازن همیشه. سرگناز استفاده میبرد از یکم چیزی سنی؟ من تنها همین آرایشات کسمتیکی رو استفاده میبرم و بسیاری همین جوانای ما، زنهای ما رو آوردن به همین مثلا با گفته شما که چهره های سنی بوتکس و من به عزت نفسی هیچ کس رسیدنی نیستم. اولا عذر میپرسم و این فکری شخصی من است که بود که برای من پیشنهاد کردن که دنیا پیشرفته ایستاده است، تکنولوژی پیشرفته است، تو باشه حالا عقب مانده ای مثلا نه یکم چیزی سنی لازم، مثلا بیا که قش تا دیگه گناه کنیم یا اینکه لب‌ها تا دیگه گناه یا اینکه زیر انمی چشمات تا کمتر دیگر آرایش دیم. من راست دیگر زید برآمدم، من برای من فکری دیگران مهم نیست. آنا سلامت باشید. برای من فکری دیگران مهم نیست، زیرا که نقاش ما خداوند است. چگونه که همین آفریدگارمان من شکرگزارم، شکر میکنم که برای من یکم چیز لازم نیست. تنها کمی همین آرایش استفاده میبرم، آرایش کسمتیکی برای من همیشه کفایه است و این برای من نیست. سلامت باشید. توصیه هم نمیتیم، زیرا که گمان میکنم که اینها همش یک خیمیکت هستن، یک دور دارن، عاقبت خوب هم ندارن. بله. اگر نفرایی که باور نمیکنن سرگناز در واقع کنار ما هستن، لب‌ها و بینی خودشون هستن. سلامت باشید. خب الان ساعت هم میآید با دو کار میکنه، یعنی که 14 میشود. فکر میکنم اگر با استاد یک تماس بگیرم و خانه استاد بیارم بسیار خوب میشود. بله.